خانم بنت که از طرز حرف زدن آقای دارسی درباره این جور جاها دلخور شده بود گفت بله البته. فصل 9. الیزابت بیشتر شب را در اتاق خواهرش گذراند و صبح که شد با کمال میل به پرسجوهای دختر خدمتکاری که آقای بینگلی فرستاده بود جواب مساعد داد. کمی بعد هم دو خانم آراسته‌ای که مهمان خواهرهای آقای بینگلی بودند احوال جین را پرسیدند. با اینکه حال بیمار بهتر شده بود، الیزابت خواهش کرد که یادداشتی برایش به لانگبورن ببرند تا شاید مادر به دیدن جین بیاید و خودش وضع جین را از نزدیک ببیند. یادداشت را بلافاصله فرستادند و خیلی سریع نتیجه داد. خانم بنت همراه دو دختر کوچکترش کمی بعد از صبحانه به ندرفیلد رسید. خانم بنت اگر وضع جین را خطرناک میدید خیلی ناراحت میشد، اما دید که بیماری جین خیلی جدی نیست و به خاطر همین هم دلش نخواست حال جین فوری خوب بشود، چون اگر خوب میشد قاعدتاً میبایست از ندرفیلد برود. این بود که وقتی دخترش گفت جین را به خانه ببرند اصلاً به حرفش گوش نکرد. پزشک دهکده نیز همان موقع از راه رسید، اما توصیه نکرد جین را به خانه خودش ببرند. کمی که پیش جین نشست دوشیز بینگلی آمد و دعوتشان کرد و خانم بنت و سه دخترش همگی به سالن صبحانه رفتند. بینگلی وقتی آنها را دید گفت امیدوار است خانم بنت حال و روز دوشیز بنت را بدتر از حد انتظار ندیده باشد. جواب خانم بنت این بود: راستش چرا آقا، وضعش طوری نیست که حرکتش بدهیم. آقای جونز میگوید نباید حرکتش داد. مجبوریم از مراهم شما مدت بیشتری بهره مند بشویم. بینگلی بلند گفت حرکتش بدهید؟ نه، حتی نباید فکرش را کرد. مطمئنم که خواهرم اصلا اجازه نمیدهد. دوشیز بینگلی با ادب و نزاکت رسمی گفت خیالتان راحت باشد خانم، تا وقتی دوشیز بنت پیش ما هستند هر جور که لازم باشد از ایشان مراقبت خواهد شد. خانم بنت خیلی خیلی تشکر کرد. اضافه کرد نمیدانم اگر چون این دوستان خوبی نبودند چه بر سرش می آمد، چون واقعا حالش بد است. خیلی ناراحتی می کشد، اما با صبر و آرامش تحمل می کند. همیشه اینطور است، همیشه. نمیدانید چقدر خوش اخلاق است. من همیشه به دخترهایم می گویم که در مقایسه با او هیچ هستند. اتاق قشنگی دارید آقای بینگلی. منظری آن گذرگاه شنی خیلی جذاب است. من در این ناحیه جایی مثل ندرفیلد نمیشناسم. امیدوارم زود از اینجا نروید، هرچند که برای مدت کوتاهی اجاره اش کرده اید. بینگلی جواب داد من هر کاری که میکنم زود و با عجله میکنم. اگر تصمیم بگیرم از ندرفیلد بروم ظرف 5 دقیقه میروم، اما فعلا فکر میکنم اینجا ماندگارم. الیزابت گفت من در مورد شما درست همین تصور را داشتم. رو کرد به الیزابت و گفت کم کم دارید مرا میشناسید، بله؟ اوه بله، کاملا شما را درک میکنم. کاش این را نوعی تمجید تلقی میکردم، ولی خب اگر فکر آدم به این سرعت خوانده شود لطفی ندارد، حتی باعث تأسف است. همین است که هست. لزوما نمی شود نتیجه گرفت که آدم تودارتر و بغرنجتر بدتر یا بهتر از آدمی مثل شما باشد. بینگلی بلافاصله ادامه داد نمیدانستم که شما درباره اخلاق و رفتار آدم‌ها تأمل می‌کنید. باید جالب باشد. بله، اما شخصیت‌های بغرنجتر قابل مطالعه ترند. لااقل این یک حسن را دارند. دارسی گفت در این ناحیه زیاد فرصت برای چنین تأملی پیش نمی آید. در این جور جاها در محافل کاملا محدود و ثابتی رفت و آمد دارید. ولی آدم ها خودشان زیاد تغییر می کنند و همیشه چیزهای تازه‌ای می شود در آنها دید.
خانم بنت که از طرز حرف زدن آقای دارسی درباره این جور جاها دلخور شده بود گفت بله البته مطمئن باشید که در روستاها هم مثل شهرها اینطور چیزها وجود دارد. همه تعجب کردند. دارسی لحظه‌ای به خانم بنت نگاه کرد و بعد ساکت سرش را برگرداند. خانم بنت که خیال می‌کرد او را از میدان به در کرده با لحن فاتحانه‌ای گفت من که نمی‌فهمم لندن چه مزیت خاصی به این ناحیه‌ها دارد. جز مغازه‌ها و اماکن عمومی روستاها خیلی دلپذیرترند. مگر نه آقای بینگلی؟ آقای بینگلی جواب داد من وقتی اینجور جاها هستم اصلا دلم نمیخواهد بروم. وقتی هم توی شهر هستم همینطور. هر کدام محاسن خودش را دارد. من در هر دو جا میتوانم خوش باشم. بله به خاطر اینکه شما خلق و خوی خوشی دارید. اما ایشان نگاهی به دارسی انداخت و جواب داد ایشان ظاهرا این ناحیه ها را اصلا به حساب نمی آورند. الیزابت از این حرف مادرش خجالت کشید و گفت البته شما اشتباه می کنید مامان. حرف آقای دارسی را سوء تعبیر کرده اید. آقای دارسی فقط منظورشان این بود که تنوع آدم ها در روستا به اندازه شهر نیست و این مطلبی است که شما هم قبولش دارید. حتما عزیزم کسی نگفته اینجا تنوع بیشتر است ولی در مورد اینکه در این منطقه با آدم‌های زیادی نمی‌شود دیدار کرد باید بگویم کمتر منطقه‌ای به این بزرگی است. ما خودمان با 24 خانواده رفت و آمد داریم و شام و نهار می‌خوریم. بینگلی فقط به ملاحظه الیزابت بود که توانست حفظ ظاهر کند اما خواهرش اینقدر نزاکت به خرج نداد. نگاهش را به طرف آقای دارسی برگرداند و لبخند معناداری زد. الیزابت خواست چیزی بگوید تا فکر مادرش را منحرف کند. این بود که از مادرش پرسید آیا وقتی می آمد شارلوت لوکاس در لانگبورد بود یا نه. بله دیروز با پدرش آمده بود. سر ویلیام چه مرد نازنینی است آقای بینگلی مگر نه؟ بسیار مرد آراسته است. آقای تمام عیار بی تکلف. همیشه با همه حرفی برای گفتن دارد. به این میگویند نزاکت و تربیت. آدم هایی که خودشان را خیلی مهم میدانند و دهانشان به حرف زدن باز نمی شود اشتباه می کنند. شارلوت با شما غذا خورد؟ نه میبایست برود خانه. به نظرم برای پختن شیرینی کریسمس لازمش داشتند. آقای بینگلی من همیشه خدمتکارهایی دارم که میتوانند کارشان را انجام بدهند. دخترهای من طور دیگری بار آمده اند ولی هر کس صلاح کارش را خودش بهتر میداند. دوشیز لوکاس ها هم واقعا دخترهای خیلی خوبی هستند. حیف که خوش قیافه نیستند. فکر نکنید من شارلوت را زشت میدانم. آخر دوست صمیمی ماست. بینگلی گفت خانم مطبوعی به نظر میرسند. اوه عزیزم بله ولی باید قبول کنید که خیلی معمولی است. لیدی لوکاس خودش بارها گفته که به خاطر زیبایی جین به من غبطه میخورد. من دوست ندارم پوز بچه ام را بدهم. ولی واقعا جین کمتر کسی به این قشنگی پیدا می شود. همه این را میگویند. فکر نکنید چون مادرش هستم این حرف را میزنم. وقتی تازه 15 سالش شده بود در منزل برادرم گاردینر توی لندن آقای جین را دید و عاشقش شد و زن برادرم مطمئن بود قبل از برگشتن ما آن آقا خواستگاری خواهد کرد. البته خواستگاری نکرد. شاید فکر میکرد جین هنوز خیلی جوان است. با این حال برایش چند تا شعر گفت. شعرهای خیلی قشنگ. الیزابت کلافی گفت و احساساتش هم ته کشید. انگار خیلی ها اینطوری خلاص می شوند. نمیدانم چه کسی اولین بار اثر شعر را برای دفع عشق کشف کرد. دارسی گفت من همیشه فکر می کردم شعر خوراک عشق است. برای عشق سالم و درست حسابی شاید چیزی که خودش قوی باشد.
خوراکش را از هر چیزی میتواند بگیرد، اما اگر یک کشش جزئی و معمولی باشد، خب یک غزل خوب کارش را تمام میکند. دارسی فقط لبخند زد. سکوت حاکم شد و الیزابت ترسید که مبادا مادرش دوباره لب باز کند. دوست داشت حرفی بزند اما چیزی به ذهنش نمی رسید. بعد از کمی سکوت خانم بنت باز هم از آقای بینگلی به خاطر محبتی که در حق جین کرده بود تشکر کرد و همینطور به خاطر اینکه لیزی به او زحمت داده بود عذر خواست. آقای بینگلی باز هم با نزاکت کامل جواب خانم بنت را داد. خواهر کوچکتر خود را هم واداشت که ادب را مراعات کند و به مقتضای موقعیت حرف بزند. البته خواهرش نقشش را خوب بازی نکرد، اما خانم بنت راضی شد و کمی که گذشت کالسکه‌اش را خواست. با این حال کوچکترین دخترش نیز خودش را جلو انداخت. تمام مدت این دو دختر داشتند با هم پچ پچ می کردند و نتیجه این شده بود که خواهر کوچکتر می بایست با آقای بینگلی یادآوری کند که در بدو ورود قول داده بود در ندرفیلد مهمانی رقص بدهد. لیدیا دختر تندرست 15 ساله‌ای بود که خوب رشد کرده بود. قیافه‌اش قشنگ و اخلاق و رفتارش بی‌غلغش بود. عزیز دردانه مادرش بود و مادرش به خاطر محبت خاصی که به او داشت او را از بچگی با خودش به جاهای مختلف برده بود. روحیه سرکشی داشت و نوعی غرور طبیعی هم داشت که بعد از دقت و توجه افسرها تقویت هم شده بود و اعتماد به نفس بیشتری به او داده بود. چون هم شامهایی که شوهر خاله‌اش به افسرها داده بود خیلی خوب بود و هم رفتارهای خود لیدیا گرم بود و جلب توجه می‌کرد. به خاطر همه اینها خیلی راحت می‌توانست موضوع مهمانی رقص را به آقای بینگلی یادآوری کند و بلافاصله هم این کار را کرد. حتی اضافه کرد که اگر روی قولش نایستد باعث شرمساری است. جوابی که آقای بینگلی به این حمله ناگهانی لیدیا داد به گوش مادر دخترها خیلی خوش نشست. مطمئن باشید که من کاملا آمادگی دارم و روی حرفم هستم. وقتی حال خواهرتان خوب شد ببینید کدام روز برای مهمانی مناسب تر است. وقتی حال خواهرتان خوب نیست شما که دلتان نمیآید برقصید. لیدیا رضایت خود را به زبان آورد. اوه بله، بهتر است صبر کنیم تا جین حالش خوب بشود. تا آن موقع به احتمال زیاد کاپیتان کارتر هم دوباره به مریتون میآید. بعد اضافه کرد وقتی شما مهمانیتان را دادید من از آنها هم میخواهم یک مهمانی بدهند. به کلونل فورستر میگویم که اگر مهمانی ندهد خجالت آور است. بعد خانم بنت و دخترهایش رفتند. الیزابت فوراً نزد جین برگشت. آن دو خانم ماندند و آقای دارسی تا درباره رفتار الیزابت و خانواده‌اش حرف بزنند. البته آقای دارسی با ایرادهایی که آنها از الیزابت می‌گرفتند موافقت نشان نمی‌داد و دوشیزه بینگلی هم مدام درباره چشمای قشنگ الیزابت سر به سرش می‌گذاشت.